سلام، وقتتون بخیر. امروز اومدیم BCAA و فواید اون رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس تا ادامه این ویدیو همراه من باشید. آمینو اسیدهای شاخه‌دار یا BCAA شامل 3 آمینو اسید ضروری لوسین، ایزولوسین و والین هستند که نقش کلیدی توی رشد و ترمیم عضلات دارن. این آمینو اسیدها به دلیل ساختار شیمیایی شاخه‌دارشون منحصر به فرد هستند و مستقیما در عضلات متابولیزه میشن، برخلاف بیشتر آمینو اسیدها که ابتدا توی کبد پردازش میشن. فواید BCAA چیه؟ لوسین یکی از اجزای BCAA که به طور مستقیم سنتز پروتئین عضلات رو تحریک میکنه و به بازسازی عضلات بعد از تمرین کمک میکنه. مصرف BCAA میتونه خستگی جسمی و ذهنی رو در طول و بعد از تمرینات کاهش بده. این ترکیبات جلوی فرآیند کاتابولیک یا تجزیه عضلات رو میگیرن، به ویژه در زمانهایی که بدن تحت استرس یا کمبود کالری. BCAA به تامین انرژی عضلات در تمرینات شدید کمک میکنه و ممکنه ریکاوری بعد از تمرین رو سریع‌تر کنه. در نتیجه BCAA ترکیبی از 3 آمینو اسید ضروریه که در رشد و بازسازی عضلات، کاهش خستگی و تجزیه عضلات نقش مهمی داره و برای ورزشکاران علاقه‌مند به تناسب اندام بسیار مفیده.